میگویند که السلام علیکم استاد، از پشت شخص ناز سیگارت کش تراویح عموما نماز خواندن اجازت است؟ و علیکم السلام. از قفای شخص فاسق، شخصی که گناه میکند، نماز خواندن یعنی او را امام قرار دادن اجازت است یا نه؟ حدیث بخاری هست عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطاوا فلكم وعليهم. ولی زمانه میشد که برای شما آدم‌های امامتی میکنند که اگر آن امام‌ها درست نماز گزارند و آنها آدم‌های صحیح باشند، خداشان یعنی سزاوار امامتی باشند، هم بر فایده شما هم بر فایده ایشان. اگر آنها خطا نماز خوانند فلکم و علیهم، بر فایده شما بر ضرر آنها هست. برای آنکه اگر امام نازکش باشد، سیگارت کش باشد یا امام خبرکش باشد، نسأل الله سلامت و العافیه، به خاطر همین شده شما اگر ترک جماعت کنید، اینجا غیر از اینکه شما فقط به امام نظر نکنید، شما اینجا حقوق مسجد هست، حقوق جماعت هست. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم فلکم و علیهم، بر فایده شما بر ضرر آنها هست گفتن. بر فایده شما برای چی؟ برای اینکه شما وظیفه دار هستید که نماز رو در جماعت خوانید. حتی نماز تراویح هم و نماز تهجد هم در ماهای رمضان در جماعت در مسجدها خواندنش بهتر است از تنها گذاری. اما نماز فرض کو اون اختلاف است. بعضی علما واجب میگن یعنی حتمی است، کسی نرود گناهکار میشود، و بعضی علما سنتی مؤکده میگویند. خلاصه اما نماز تراویح یعنی این هم در جماعت خواندنش بهتر است. امام بخاری حدیث را روایت کردند، بعد از آن گفتند که باب امامت المفتون و المبتدع، باب درباره امامتی کردن شخصی به فتنه گرفتار. فتنه بلا در لغت عرب، شخصی که به بلا گرفتار شده، خواه بلای دینی نسأل الله سلامت و العافیه، خواه بلای دنیوی، یا آدمی که به فتنه گرفتار است. همین آدم به مردم امامتی میکنه، نماز مردم چی میشد؟ صحیح یا نادرست. و المبتدع، و شخص مبتدع، شخص بدعتکار، شخصی که کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردن، کاری که در دین نیست پیدا کرده است، چیزهای نو پیدا کرده را اجرا میکند امام. گفتن که باب امامت المفتون و المبتدع، باب درباره امامتی کردن شخصی مفتون به فتنه گرفتار و شخصی مبتدع یعنی بدعتکار، آیا درست است یا نه؟ بعد قول حسن را نقل کرده، حسن بصری یکی از بزرگان تابعین، و قال الحسن صلی و علیه بدعته. و ببینید حسن بصری سلفی صالح هستند، شاگردان صحابه ها. حتی بعضی علما میگن که بهترین تابعین بعد سعید ابن مسیب هستند حسن بصری. صلی و علیه بدعته، تو نماز خواندن گیر، بدعتش بر ضرر خودش است. بدعتش اگر بدعتی مکفره نباشد، بدعتی که با اون بدعت از دایره دین اسلام نمی برآمده باشد، صلی نماز گذار، و علیه بدعت، و بدعتش بر ضرر خودش است، نماز جماعتی تو بر فایده تو است. و امام طحاوی هم گفتن که در عقیده طحاوی، عقیده اهل سنت و الجماعت، علل خصوص عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانشان قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن را که در ابتدا در مقدمش ذکر کردن که این طبق عقیده ایشان است، گفتن که و نرى الصلاة خلف کل بر و فاجر، و ما یعنی اهل سنت و الجماعت نماز را اجازت میدانیم در قفای هر یک آدم نیکوکار و بدکار. بدکار یعنی چه خیلی که در سوال آمده است. بنابراین نماز خواندن در قفای امام فاسق مکروه است، یعنی حرام نیست. نماز شما صحیح است، لیکن اگر امکانیتتان باشد دو مسجد باشد، دیگر مسجد روید. کما نقل ذلك شیخ الاسلام، خیلی که این مکروه بودن نماز رو در قفای فاسق شیخ الاسلام نقل کردن، و این چنین برای برآمدن از خلاف، چون که بعضی عالم ها باطل میگفتند در قفای شخص فاسق نماز خواندن باطل است میگفتند، اگرچه جمهور علما یعنی که چی است اجازت است میگن. و شیخ الاسلام در دیگر جا گفتن که الائمه متفقون علی کراهت الصلاه خلف الفاسق، تمام امام ها اتفاق دارن به مکروه بودن. مکروه چی؟ یعنی که همه آدم نگذرد بهتر است، دیگر آدم باید سزاوار باید امامتی کند. یا القوم اقرأهم لکتاب الله، با مردم امامتی میکنه حافظ ترین آنها از روی قرآن. فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنه، اگر آنها دو نفر در قرائت برابر باشن پس عالم ترین آنها به حدیث و فقه آن آدم امامتی میکنند. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم مرتبه های امام ها رو بیان کردند، لكن اختلفوا في صحتها فقیل لا تصح كقول مالک.
شیخ الاسلام میگن که بعضی علما گفتن که نماز در قفای فاسق صحیح نیست و این سخن مالک است و احمد در یکی از روایت ها و قیل بل تصح و گفته شده است که بلکه نماز در قفای فاسق اجازت است که قول ابی حنیفه مانند امام ابو حنیفه و شافعی و روایت الاخرى عنهما و یا روایت دیگر هم از شافعی و هم از امام احمد آمده است که نماز درست است در قفای شخص فاسق ولم يتنازع انه لا ينبغي تولیته، لیکن یگانت آنها خلاف نکردند که لازم است که باید همین آدم امام نشود. یعنی اگر فکری امام ها را پرسید، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد را اگر مصلحت پرسید که یک امام فاسق را امام کردنی هستیم گوید نمام میگن همش اتفاق است. لیکن یک آدم میپرسد که من نماز خواندم در قفای فلان امام خبرکش است مثلا، نمازش درست است. این قولی برادران ما سخنهای علما، سخنهای بزرگواران اهل اسلام را که از قرآن و سنت فهمیدند برای شما رسانیم. اول حدیث را ذکر کردیم. بعضی انسان ها طعنه میزنند، تو این خیل گفتی، تو آن خیل گفتی. من نگفتم، من حق گفتن ندارم. من اون چیزی که بزرگا گفتم به شما نقل کردم.